خلاصه الان تاکسی ها باز همون آهنگای قدیمی گوش میکنن. تاکسی که دارم میگم شما فکر میکنید فقط راننده تاکسی هن، بعضیاشون مفسران بزرگی هستن تو سیاست اقتصاد. تاکسی تا نشستم خود پیرمرد گفت پسرم از تحولات یمن میخوام در دوران دیرین گفت میخوام از تحولات یمن بگم 40 دقیقه طول میکشه، اگه وقت داری بشین بعد وقت ما رو بگی. منم دیدم وقت دارم و چقدر زیبا گفت. حالا من اینو برای غلامرضا احمدی گفتم، این جوگیر شد. میگفت تا نشستم تو تاکسی زدم رو پای راننده گفتم داداش سوریه چه خبر؟ گفت برو گم شو پایین، برو گم شو. گفتم چرا شاکی شدی؟ گفت تاکسی سبزا فقط خبر ورزشی. سیاسی میخوای زردار زبانشون، ما کار هم دخالت نمی‌کنیم، هاشون با هم فهمید. آها